سلام، چطوری؟ امروز میخوام برم خونه یکی از دوستام، اونجا دعوتم. بعد دیگه از مراحل آماده شدم به خاطر موضوع حجاب که نمیتونم ویدیو بگیرم، ولی الان همینم حاضرم. دارم میرم دنبال یکی از دوستام که با هم بریم خونهشون. حالا اونجا هم رفتیم ویدیو اینا میگیرم دیگه. براتون صبح دیگه با هزار بدبختی بیچاره ناخونامو درست کرد، ولی یه ترانسی داشت برای برق و اینا، تعمیر برق بود. یه 2 ساعتی ناخون دستم کشید. دیگه رسیدیم به پام. راستش من پام شکسته بود، بعد قارچ گرفته بود. اصلا یه افتضاحی شده بود دیگه، اینقدر ضایع بود که نگو. دیگه همون جوری برام گفتش که ترمیم میکنم، یعنی ترمیم که یعنی برات ناخون میذارم، هی تونتونم چک کن، از تمامیای خوش کن واسه شوهر و اینا. دیگه نمیدونم دیگه چی بشه. انشالله که چی نمیشه. حالا خوب شد، بهتر از هیچیه. ناخون پام خیلی ضایع بود واقعا. همین. چطوری؟ اومدیم سینما، فیلم زن و بچه. حالا برم داخل سینما ببینم چه جوریه. براتون ویدیو میگیرم، اسپویل ولی نمی‌کنم، شاید بخوام خودتون ببینید. پخش وسایلشون از همه جای خونه جمع کن، بره توی اتاق، در اتاق ببن. آقا بگم کارگردی یه دستانه تازه نکرده. حالا ببینم چی کار میکنه. فقط حواست باشه گوشه کنار چیزی جا نمونه. داستان کنم برام. خب ما رفتیم فیلم رو دیدیم. برم چه احساسی دیگه. خورده آخرش گریه کردم. اونجا دیگه فیلم تموم شد دیگه. حالا چراغا روشن شده، منم این مدلی دیگه اینجوری، ولی باحال بود، دوست داشتم. سلام، چطوری؟ آقا ما به صورت خیلی اتفاقی تصمیم گرفتیم که بریم سمت شمال و دیگه الان راه افتادیم. نزدیک ساعت 10:30 بریم شام بخوریم یه رستوران خیلی بانمک. این وضع منه، وضع سالاد منه. گوجه خیار که خب غذای من اومد. برای من برگه با نور که خیلی خوشمزه است. محمد بگم هر بیاری من اینجا. خوشمزه. بریم خرید. یه بالکن خیلی بانمک داره این بالا. یه اونم کوهه. اینجا یه روستای خیلی قشنگیه، سمت جاده چالوسه، سیجان اگه اشتباه نکنم. خودم حالا بگیرم نگیرم از خودم. دیدون تازه از خواب پا شدم، خیلی
جالب انگیز نیستم. امروز اومدیم ویلای یکی از دوستامون، هم یه ویدیو بگیرم براتون از این فضا. ببینید ویلاشونو، جای باحالیه. خودم بگیرم براتون تا جایی که میتونم. خیلی جالبه که این فضای باغو دیدید. حالا بیرون رو ببینید. کلا اصلا بیرونش به توش خیلی ربطی نداره. بچه ها گفتن که بریم ویلای یکی از دوستامون 2 تا کوچه بالاتره، بریم اونجا یه هندونه‌ای بخوریم، مثل که ویلاش خیلی باصفاست. حالا من مثل فلجه دارم. بریم اونجا ببینیم چه جوریه. اینم خود منم. این پسر قشنگشون رایمانه. اینقدر سرم هم درد میکنه، پاچیدم، سردرد شدید دارم. این مسیرشه، سری درختای بانمک داره. حالا من دیگه چون بچه ها خیلی بلند حرف میزنن گفتم جلوتر بیام. بعد اینجا محله سیفیه که راحت میتونی تنهایی بیای واسه خودت هم حتی بچرخن. من جرأتشو ندارم، نه به خاطر وجود آدما، به خاطر حیوانات. از این بریم ببینیم حالا چه خبر. خب دیگه همینجا سفر ما تموم شد. اینم یه ملخ که تو شیشه راه میره و خداحافظ.